میدونستین ثروتمندترین زن ایرانی یه مکانیکه؟ مریم روحانی اولین زن ایرانیه که توی صنعت دیتیلینگ خودرو انقدر موفق شده که حالا به یکی از میلیاردرهای ایران تبدیل شده. اون که متولد یکی از روستاهای باجنورده، اولش به خاطر حرف مردم و فشار اطرافیان رفت سراغ آرایشگری، ولی عشقش به ماشین باعث شد بی خیال اون کار بشه و بره دنبال علاقه واقعیشه. وقتی رفت تهران هیچ کس جدیش نگرفت چون زن بود. همه میگفتن این کار مردونه است و تو نمیدونی. ولی اون نه تنها جا نزد بلکه راهی استانبول شد تا اونجا دوره ببینه. اونجا هم اولش مردم مسخره‌اش میکردن، اما وقتی استعداد و جدیتش رو دیدن خودشون تشویقش کردن. بعد برگشتنش به ایران با کلی سختی مغازه اجاره کرد، ولی بازم بهش اعتماد نداشتن. اما اون با مهارتش کاری کرد که امروز بازیگرا و سلبریتی‌ها فقط ماشینشون رو به اون میسپارن. الان نه تنها استاد دانشگاه صنعتی شریفه، بلکه به عنوان یه زن توی یکی از مردونه‌ترین صنعت‌ها تبدیل شده به یه نماد موفقیت. به افتخار یه زن واقعی که با پشتکارش به همه ثابت کرد میشه لایک کنید و سیکو پیکو فالو کن تا هر روز به اطلاعاتت اضافه بشه.